شب بود و ستاره ها داشتند از توی آسمان برای ملا چشمک می پراندند. اما ملا غمگین بود. نسیم خنکی آمد و او را قلقلک داد. ملا توی رخت خواب خود که در ایوان حیاطش انداخته بود از این شانه به آن شانه غلتید. نسیم دوباره ملا را قلقلک داد. او آه کشید و دستهایش را به طرف آسمان گرفت و بلند گفت: ای خدای بزرگ و بخشنده، چه میشد به من 1000 دینار کمک میکردی تا زندگیم سر و سامان میگرفت و محتاج مردم نمیشدم؟ بعد غرق در فکر شد. اگر 1000 دینار داشتم خیلی کارها میکردم. خانه‌ام را تر و تمیز میکردم، یک اسب قوی میخریدم، یک دکان کوچک در وسط بازار راه میانداختم و پارچه فروشی میکردم. ملا دوباره بلند شد و سفت گفت: خدایا، فقط 1000 دینار میخواهم، نه 1 دینار کم، نه 1 دینار زیاد. دوستان عزیزم، من در این کانال قصه های قدیمی، داستان های کهن، حکایت های عامیانه و افسانه های ایرانی رو روایت میکنم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، لطفاً همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن و بریم که با همدیگه ادامه داستان‌های جذاب و شنیدنی ملا نصرالدین رو بشنویم. همسر ملا که در خواب و بیداری بود گفت: به همین خیال باش. در همان هنگام همسایه دیوار به دیوار ملا که صدای او را از حیاط خود شنیده بود خنده‌ای کرد و دستهایش را به هم مالید. او که مرد ثروتمندی بود فکر کرد آن پول را توی یک کیسه بریزد و از بالای دیوار روی تشک ملا بیاندازد. البته 1 دینار کمتر، یعنی 999 دینار. همسایه با خودش گفت: من کمتر از 1000 دینار برای ملا میفرستم تا حسابی او را مسخره کنم و ببینم چه میکند. حتما او سکه ها را پس میفرستد و به خدا میگوید کم است. من هم می نشینم و به حالش قاه قاه میخندم. او کیسه ای آورد و 999 دینار طلا در آن ریخت. سر کیسه را بست و از این طرف دیوار آن را روی تشک ملا که در آن طرف دیوار بود انداخت. ملا فوری از جا پرید. کیسه را برداشت و با تعجب بسیار به اطراف خود نگاه کرد و گفت: خدایا، چقدر زود جوابم را دادی؟ تو چقدر من را دوست داری؟ او دور از چشم زنش سکه های توی کیسه را یکی یکی شمرد، اما دید 1000 تا نیست. فوری رو کرد به آسمان: خدایا، چرا 1 سکه کم فرستادی؟ باز هم سکه ها را شمرد. بعد گفت: عیبی ندارد، من این سکه ها را نگه می دارم و از همین فردا خرجشان می کنم. از آن طرف دیوار مرد ثروتمند که منتظر این لحظه نبود و فکر می کرد ملا آن را پس می فرستد، ترسید و لرزید و عصبانی شد و بر سر خود زد: ای وای، این مرد نادان پولهایم را برداشت و پس نداد. صبح زود مرد همسایه به سراغ ملا رفت و گفت: ملا جان، آمدم سکه هایم را پس بگیرم. ملا پرسید: کدام سکه ها؟ مرد همسایه گفت: همان سکه هایی که 999 تا هستند و نصف شبی روی تشک تو افتادند. ملا خودش را به نفهمی زد و در را بست. مرد همسایه داد زد: آهای آدم نامرد، چرا پولم را پس نمی دهی؟ ملا هم با داد جواب داد: کدام پول بنده خدا؟ من از خدا پولی خواستم و او هم برایم فرستاد. حالا تو این وسط چه کاره هستی؟ همسایه گفت: آخر کمی فکر کن، چه کسی دیده و شنیده که با یک دعا از آسمان کیسه پول بیفتد؟ مگر آسمان گنج پول دارد تا درش باز شود و کیسه بیفتد؟ ملا جوابی نداد. مرد همسایه هرس خورد و گفت:
اگر در را باز نکنی و پولم را پس ندهی پیش قاضی میروم و از تو شکایت میکنم. ملا گفت باشد، پیش قاضی برو، اما بدان که او حق را به من میدهد نه تو. مرد همسایه دوان دوان به محکمه قاضی رفت و از ملا شکایت کرد. قاضی گفت فردا صبح هر دویتان به محکمه بیایید. مرد همسایه برگشت و در خانه ملا را به صدا درآورد. ملا از پشت در گفت شکایتت را کردی؟ خیالت راحت شد؟ مرد همسایه گفت قاضی دستور داد که من و تو فردا صبح به محکمه‌اش برویم. هر کس نیاید زندانی می شود. ملا جواب داد باشد، من می آیم. آن شب ملا با خیال راحت خوابید، در حالی که آن کیسه را در بغل داشت و به زنش هم حرفی نزده بود. اما مرد همسایه هزار جور فکر و خیال کرد و تا صبح خوابش نبرد. صبح فردا ملا بدون اینکه سوار الاغش شود از خانه بیرون آمد. اما مرد همسایه سوار بر الاغ بود. هر دو راه افتادند. ملا در همان ابتدای راه خودش را لنگان لنگان نشان داد و گفت آخ پایم، آی کمرم، من نمیتوانم پیاده بیایم. مرد همسایه که کفرش بالا آمده بود از الاغ خود پایین آمد و گفت تو با این کارت میخواهی بهانه بیاوری و به محکمه نیایی. بفرما سوار الاغ من شو تا راحت تر به مقصد برسی. ملا سواره و مرد همسایه پیاده راه افتادند. رفتند به طرف محکمه. کمی که رفتند صدای آه و ناله ملا بلند شد. مرد همسایه گفت دیگر چه شده؟ چرا الاغ را نگه داشتی؟ ملا که خودش را می‌لرزاند چند تا سرفه کرد و گفت هوا خیلی سرد است. میترسم سرما بخورم و از حال بروم. زود باش عبایت را به من بده تا گرم شوم. مرد همسایه عبایش را به او داد. آنها دوباره راه افتادند. مرد همسایه داد زد خوشحالم که گرسنه‌ات نیست و هوس پلو کباب نداری تا من را مجبور کنی برایت تهیه کنم. ملا حرفی نزد، فقط خندید. مرد همسایه هم عصبانی شد. آن دو به محکمه قاضی رسیدند و به قاضی سلام کردند. مرد همسایه گفت جناب قاضی، به هر زحمتی که بود همسایه‌ام را خدمت شما آوردم. ملا افسار الاغ را به تنه درختی بست و پا به اتاق محکمه گذاشت. قاضی از او پرسید این مرد ادعا می کند یک کیسه پر از سکه های طلا در خانه تو دارد. آیا درست می گوید؟ ملا جواب داد من که از حرفهای او چیزی نمی فهمم. قاضی از مرد همسایه پرسید آیا تو برای این ادعای خود شاهدی هم داری؟ مرد همسایه جواب داد نه، شاهدم کجا بود، اما قسم می خورم که دروغ نمی گویم. قاضی در فکر فرو رفت. او می دانست که بدون شاهد نمی تواند حرف مرد همسایه را بپذیرد و ملا را محکوم کند. ملا که حوصله‌اش سر رفته بود رو کرد به قاضی. ای قاضی محترم، اگر با من کار ندارید من بروم که خیلی کار دارم. مرد همسایه خشمگین شد و گفت جناب قاضی، ببینید این مرد چقدر پررو است. حتی عبای من را هم به من پس نداده و دارد می رود. قاضی از مرد همسایه پرسید یعنی می خواهی بگویی این عبا برای توست؟ بعد رو کرد به ملا و گفت آیا او درست می گوید؟ این عبا برای اوست؟ ملا خودش را بیگناه نشان داد و با خوشرویی گفت اگر این مرد را راحت و آزاد بگذاریم کم کم می گوید آن الاغ هم برای خودش است. بعد هم به سراغ خانه و اسباب و اساسیه هم می آید. مرد همسایه از جا پرید و داد زد ای وای، این مرد چقدر حقه باز است. خب معلوم است که آن الاغ برای من است. قاضی از دست مرد همسایه عصبانی شد و گفت چرا داد میزنی مرد؟ چرا حرف نادرست میبافی؟ من خودم دیدم که تو پیاده بودی و او سواره. مرد همسایه خواست دوباره حرفی بزند که قاضی اجازه نداد و گفت
زود از اینجا برو که اگر دوباره حرفی بزنی من تو را به جرم دروغگویی و تهمت زدن به زندان میاندازم. مرد همسایه نالید و ساکت شد. او و ملا از محکمه بیرون آمدند. مرد همسایه دیگر چیزی نگفت. فقط غمگین و ناراحت طرف خانه خود راه افتاد. در همان لحظه ملا صدایش زد. بعد به طرفش رفت. اول عبا را به او داد و بعد افسار الاغ را در دستش گذاشت. بعد گفت من دیشب داشتم با خدای خودم حرف می زدم که تو با آن شوخی بیمزت مسخره‌ام کردی و من را دست انداختی، اما فکر نکردی که ممکن است من با شوخی تو از حال بروم یا سکته کنم. حالا من هم با این کار امروزم خواستم به تو بفهمانم که این کارها بد است. فهمیدی؟ مرد همسایه از خجالت حرفی نزد. فقط آهسته پرسید پس تو آن سکه ها را پس می دهی؟ ملا خندید و گفت بله، حالا همراه هم بیا. هر دو به در خانه ملا رسیدند. ملا رفت و آن کیسه را آورد و به او داد. مرد همسایه دست ملا را بوسید و گفت مطمئن باش که من دیگر با کسی از این شوخی های بد نمی کنم. داشتند در می زدند. ملا نصرالدین از جا پرید و به زنش گفت ببین چه کسی در می زند. زن عصبانی شد و گفت واه واه واه، مرد حسابی آمد و یک مرد غریبه پشت در بود. خجالت نمی کشی زنت را می فرستی در را باز کند؟ ملا گفت آخر از بس که غذا خوردم شکمم سنگین شده، نمی توانم راه بروم. زن نرفت در را باز کند. ملا مجبور شد خودش برود. کند و آرام رفت و در را باز کرد. دید که یک مرد غریبه است و میگوید من از طرف بازرگان بزرگ شهر آمدم تا شما را به عروسی دخترش دعوت کنم. این هم کارت عروسی. ملا کارت عروسی را به اتاق آورد و با خوشحالی آن را خواند. زنش پرسید که بود؟ ملا با زیرکی گفت هیچ کس، غریبه بود، با من کار داشت. زمان عروسی که شب جمعه بود فرا رسید. ملا خوشحال و خندان راه افتاد طرف خانه بازرگان. در راه دید چند تا از همسایه ها هم مهمان عروسی هستند. پس با آنها همراه شد. آنها به خانه بازرگان که یک قصر زیبا بود رسیدند. دربانهای قصر همسایه ها را به عروسی راه دادند، اما جلوی ملا را گرفتند و گفتند نه، شما نمی توانی به عروسی بروی. ملا ناراحت شد و گفت بابا من هم به این عروسی دعوتم. رئیس دربانها گفت برو پدرجان، یک جای دیگر گدایی کن، عروسی ما را هم به هم نزن. ملا فهمید که لباسهای نوی خود را نپوشیده و آنها به خاطر سر و وضع و لباسهای کهنه‌اش او را راه ندادند. شرمنده و خجالت زده به خانه برگشت. فوری لباسهای نوی خود را از صندوقچه درآورد و پوشید. ملا وقتی به قصر بازرگان رسید با چیز عجیبی روبرو شد. دربانها فوری جلو آمدند و جلوی او خم و راست شدند و به او احترام کردند. رئیس دربانها گفت قربان از این طرف بفرمایید. ملا وارد قصر شد و در بالادست جایی که بزرگان بودند نشست. وقتی نوکرها سفره رنگین غذا را انداختند، ملا آستین قبای خود را به طرف ظرف بوقلمون گرفت و بلند گفت آهای لباس نو، بخور، بوقلمون بخور، پلو بخور، خیلی خوشمزه است. آدم‌های دور و اطراف با تعجب نگاهش کردند. ملا دوباره حرفش را تکرار کرد. مردی که در کنارش بود گفت این چه کاری است که می‌کنی مرد؟ خجالت بکش، مگر لباس هم غذا می‌خورد؟ دیوانه شده ای؟ در همان هنگام بازرگان هم داشت او را تماشا می‌کرد و هرس می‌خورد. ملا خطاب به مهمانها گفت بار اول که برای شرکت در عروسی به اینجا آمدم لباسهای معمولی و کهنه‌ام تنم بود. برای همین دربانها را هم ندادند
و گفتند اینجا جای گداها نیست. بار دوم که رفتم و لباسهای نوی خود را پوشیدم، آنها به من خیلی احترام گذاشتند. معلوم شد همه آن احترام ها به خاطر لباسم بوده، پس به جای من لباسم باید از خود پذیرایی کند. مهمان ها غرق در تعجب شدند و بازرگان خجالت کشید. ملا برخاست و از قصر او رفت. خرمگس وزوز کنان پا به اتاق گذاشت. 2-3 دوری پرید تا اینکه چشمش به ملا نصرالدین افتاد. صدای وزوز خود را بیشتر کرد و رفت روی دماغ پت و پهن ملا نشست. ملا غرق در خوابی خوش بود که با نشستن خرمگس بر دماغش از خواب پرید. دست خود را دور صورت خود چرخاند و داد زد: دور شو مگس مزاحم. خرمگس پرید و دوباره چند دور بالای سر ملا چرخ زد. 1-2 بار هم پشتک زد و یک راست رفت روی لپ ملا نشست. ملا تا خواست با کف دست به خرمگس بزند، خرمگس جا خالی داد و پرید. دست ملا خورد به صورت خودش. بعد بلند گفت: آخ دماغ نازنینم. بعد نشست و خط و نشان کشید: به حسابت میرسم مگس ولگرد. اما وقتی چشمش به او خورد با تعجب گفت: چی؟ خرمگس؟ ای وای، این مردم آزار از کجا پیدا شد؟ برخاست و با مگس کش از این اتاق به آن اتاق دنبال خرمگس دوید تا آنکه خرمگس از لای در یکی از اتاقها فرار کرد و رفت توی حیاط. ملا آمد سر جایش دراز کشید. بعد غرغر کنان گفت: آمدیم یک بعد از ظهر توی خانه تنها باشیم و با خیال آسوده استراحت کنیم. مگر میگذارند؟ ملا چشمهایش را بست. تا آمد چرت بزند سر و صدای بچه ها از کوچه کنار پنجره بلند شد. بچه ها اول جیغ کشیدند، بعد بلند بلند خندیدند و به سر و کول هم پریدند. ملا عصبانی شد، رفت پشت پنجره و داد زد: اینجا چه جای بازی کردن است؟ بروید یک جای دیگر. بچه ها از ترس ساکت شدند. ملا دوباره دراز کشید. تا آمد بخوابد دوباره بچه ها داد و قال کردند. ملا رفت پشت پنجره و داد زد: آهای مگس های مزاحم، یک کاری نکنید با این مگس کش بیایم و به حسابتان برسم ها. بروید دنبال کارتان. بچه ها باز هم ترسیدند و ساکت شدند. ملا هم با خیال راحت دراز کشید و گفت: مثل اینکه حسابی ترسیدند و دیگر این طرفها پیدایشان نمی شود. اما سر و صدای بچه ها بیشتر از قبل بلند شد. ملا که خیلی عصبانی بود فکر کرد با آن مگس کش به کوچه برود و به دنبال بچه ها بیفتد. اما با خودش گفت: آخر مرد حسابی، آنها مگر مگس هستند که بترسند؟ به فکر نقشه ای افتاد. کمی که فکر کرد راه چاره‌ای به کلش افتاد. زود رفت دم در و با خنده به بچه ها گفت: آهای بچه های خوب، گوش کنید ببینید چه میگویم. بچه ها ساکت شدند. ملا ته کوچه را به آنها نشان داد و گفت: نگاه کنید، در باغ ته کوچه قرار است به هر کسی 5 کیلو خیار مجانی بدهند. بروید که دارد تمام می شود. بچه ها به ته کوچه نگاه کردند، بعد جیغ و هورا کشیدند و به طرف باغ دویدند. ملا خوب که نگاه کرد دید یک نفر هم در کوچه نمانده. خندید و برگشت که به اتاقش برود. اما همانجا ایستاد و گفت: چی؟ آنجا خیار مجانی می دهند؟ چرا بچه ها بروند و من نروم؟ برای همین معطل نشد. او همراهی باغ شد و همانطور که می دوید داد می زد: صبر کنید، من هم خیار مجانی می خواهم. برای من هم بگذارید. دوستان خوبم، ممنونم که تا انتهای این قسمت هم با من همراه بودید. اگه از شنیدن این قصه ها لذت بردید ممنون میشم که با لایک و کامنتتون از من حمایت کنید و هر نقد و نظر و پیشنهادی که دارید داخل کامنت ها برام بنویسید.
خوشحال میشم که با کمک شما بتونم این کانال رو رشد بدم.